با درود فراوان به یکایک شما عزیزان. این هفته هم همونطور که خبرها رو دنبال میکنید هنوز خاورمیانه و به خصوص جمهوری اسلامی منتظر عملیات تلافی جویانه از طرف اسرائیل هستند. نکاتی رو که امروز میخوایم در این برنامه راجبش صحبت بکنیم و بهش برسیم، اول از آسیب پذیری جمهوری اسلامی میخوایم صحبت بکنیم که اساس و دکترین نظامی جمهوری اسلامی چه بوده و چگونه خواسته اسرائیل رو در اون حلقه آتش نگه داره که کاملا امروز مردود شده. و بعد میخوایم نگاه بکنیم به مسئله بازی تلافی جویانه یا بازی انتقام جویانه اسرائیل با جمهوری اسلامی که در واقع من فکر میکنم این مسئله تمامی اخبار خاورمیانه من جمله کشورهای نه فقط جمهوری اسلامی و اسرائیل بلکه حتی عربستان سعودی و بقیه کشورهای خلیج فارس هم تحت تاثیر قرار داده. اجازه بدید که از این مسئله که چرا تا الان حملات اسرائیل صورت نگرفته شروع بکنیم. این بازی تلافی جویانه یا انتقامی که از طرف اسرائیل قراره صورت بگیره که صورت خواهد گرفت و اگر به صحبت‌های آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل نگاه بکنیم که ایشون گفتن که پاسخ اسرائیل کشنده، دقیق و مهمتر از همه شگفت انگیز خواهد بود. البته من فکر میکنم که اون همیشه عنصر سورپرایز و عنصر در واقع غافلگیر شدن قسمتی از یک حمله جنگیه، ولی مهمترین دلیلش به نظر من به خاطر اینکه اسرائیل و جمهوری اسلامی هم مرز نیستن و این حملات نمیتونه از طریق زمینی صورت بگیره و اگر ما به فاصله تل‌آویو تا تهران بخوایم نگاه بکنیم که 1000 مایل که میشه 1600 کیلومتر هست و شما عزیزان همه این اطلاعات رو در دست دارید که خب یک هواپیمای جنگی نمیتونه اون 1600 کیلومتر رو بره و برگرده. با در نظر گرفتن این که به کجای جمهوری اسلامی به چه در واقع اساس جمهوری اسلامی میخوان حمله بکنن، مسئله اینه که اون هواپیمایی که اسرائیل در اختیار داره هواپیماهای جنگنده تهاجمیه. این هواپیماهای جنگنده تهاجمی اگر بار سنگین یعنی اون پیلود خودشون رو اضافه بکنن خب باعث مصرف بنزین بیشتری میشه و فاصله کمتری رو میتونن طی بکنن. بنابراین مسائلی هست که داره انجام میشه. اما اجازه بدید که فقط برای چند دقیقه نگاه بکنیم که عامل‌هایی که واکنش اسرائیل رو شکل میده چی هستن. دو عامل بزرگترین عاملی هستن که حملات اسرائیل رو در واقع دارن شکل میدن و اون چیزی که من به عنوان بازی تلافی جویانه اسرائیل دارم صحبت میکنم راجبش. خب عامل اول اینه که ماهیت وجود جنگه. منظورم از ماهیت وجود جنگ اینه که اسرائیل باید این مسئله رو مورد بررسی قرار بده که اگر وارد جنگی بشه که نتونه، یعنی تنش رو نتونه کنترل بکنه، ممکنه که به نفعش تمام نشه. بنابراین اگر نگاه بکنیم به موجودیت اسرائیل از زمان تشکیلش در سال 1948 به این طرف، مرزهای اسرائیل تماما به خاطر قدرت قوی نظامی اسرائیل محافظت شده. امروز هم داستان بر همون اساس، بر همون محور داره کار میکنه. ولی در همین قسمت که در واقع دلیل اولش هست که چرا اسرائیل تا الان این مسئله رو با این دقت داره دنبال میکنه، اینه که اسرائیل داره نگاه میکنه به آینده رابطه خودش با جهان اسلام و کشورهای عرب، که البته من فکر میکنم کشورهای عرب رو من باید در صدر بذارم ولی خب عرب هم مسلمان هستن. بنابراین این نشان دهنده اینه که اسرائیل تمامی مسائل رو زیر نظر میگیره. ولی اگر نگاه بکنیم به عامل دوم ایالات متحده آمریکا بزرگترین متحد و پشتیبان اسرائیل است. این کاملا شناخته شده است و میدونیم که قدرت نظامی اسرائیل به خصوص نیروی هوایی اسرائیل قدرت مهیب و در واقع تخریبی بالایی رو وجود در غزه دیدیم، امروز در بیروت داریم میبینیم.
دیدیم که چطور رهبران حزب الله رو یکی پس از دیگری در واقع محو کردن و حذف کردن. بنابراین ما شکی به قدرت نظامی اسرائیل نداریم، ولی این توانایی نظامی خود به خود نمیتونه عمل بکنه. منظورم اینه که یک پشتیبانی در واقع نظامی میخواد که اون اسلحه و اون مهمات در اختیار این نیروی برتر فکری نظامی اسرائیل قرار بگیره. و اگر بخوایم نگاه بکنیم که اسرائیل اون فاصله رو که من براتون صحبت کردم بخواد طی بکنه، بنابراین در یک مقطع زمانی کمک آمریکا در اونجا، حالا در سوختگیری یا در بقیه مسائل احتیاج خواهد بود. آیا اسرائیل از اون استفاده خواهد کرد؟ من باورم اینه که خیر. ولی من وقتی راجع به فاصله تل آویو تا تهران صحبت می‌کردم، باید نگاه بکنیم که خب اون جایی که اسرائیل خواهد رفت، اون ترانزیتی که از اون محل و مسیری که خواهد رفت کجا خواهد بود، برخلاف اون اخباری که در اومده که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی مسافرت کرده و با اونا گفته اگر شما آسمان حریم هوایی خودتون رو در اختیار اسرائیل بذارید ما به شما حمله خواهیم کرد. و من فکر می‌کنم که محمد بن سلمان MBS با جرأت کامل جواب جمهوری اسلامی و عراقچی رو داد و گفتش که این دفعه دیگه اون دفعه نیست، مثل سال 2019 نیست. اگر شما حمله بکنید ما هم دارای نیروی هوایی هستیم که میتونیم حمله بکنیم. بنابراین موقعیت اسرائیل از نقطه نظر این حمله کاملا روشنه. اگر زمان برده، امروز اسرائیل در چند جبهه داره میجنگه، بنابراین اولویت‌هایی برای ارتش و IDF و نیروی هوایی اسرائیل هست و اون اولویت در حال حاضر در بیروت هست. اما این به این دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن. برای رفتن اون مسافت این هواپیما احتیاج به در واقع تمرین و محافظت از یکدیگر رو دارن. به نظر من این حملات با هواپیمای F-35 انجام خواهد شد، چون هواپیمای F-35 اون قدرت رادارگریز را دارند، stealth تکنولوژی. بنابراین از اون استفاده خواهند کرد. مسیری هم که استفاده خواهند کرد از عربستان سعودی نخواهد بود. امروز یا دیشب یا پریشب نیروهای اسرائیلی، نیروی زمینی اسرائیل وارد سوریه هم شد، در شهر قنیطره که در واقع پایین بلندی‌های گولان هست، در اونجا وارد عمل شدن. به نظر میرسه که اونها دنبال این هستن که مطمئن باشن که اگر هواپیماهای اسرائیلی از اونجا، حالا هواپیماهای پشتیبانی F-35 که از سوریه، یعنی مسیری که خواهند رفت از روی اردن، سوریه، عراق و در اونجا به خاک جمهوری اسلامی، یا اجازه بدید بگیم که من همیشه در برنامه‌ام سعی میکنم که از دو کلمه استفاده کنم. زمانی که احتیاج به ایران باشه راجع به ایران صحبت میکنم و زمانی که راجع به رژیم صحبت میکنه من کلمه جمهوری اسلامی رو میارم. اهدافی که اسرائیل دنبالش هست، من در چند برنامه گذشته از بندر عباس صحبت کردم، از خارک صحبت کردم، از آبادان صحبت کردم. خب اون مسائلی بود که آقای پرزیدنت بایدن و در واقع کابینه جنگی اسرائیل اون تصمیم رو گرفته بود که به ایران حمله بکنه، به جمهوری اسلامی حمله بکنه. مسئله اینه که کجا. به نظر من حمله به سمبول‌های جمهوری اسلامی زده خواهد شد. سمبل جمهوری اسلامی چی هست؟ سپاه پاسداران. سمبل جمهوری اسلامی در خارج از خاک جمهوری اسلامی چیه؟ سپاه پاسداران. در داخل چیه؟ بسیج و بقیه و. بنابراین این حملات در هر شکل و فرمی میتونه انجام بگیره. منابع مالی جمهوری اسلامی، منابع انرژی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران. ولی یک عاملی رو در اینجا باید مورد بررسی قرار بدیم. جمهوری اسلامی بر طبق برآوردی که از طرف منابع اطلاعات نظامی آمریکا میشه صاحب 3000 موشک هست که 2000 تا از این موشک ها ما به اونا میگیم قرازه و 1000 موشک بالستیک در اختیار داره که فراموش نکنیم در دو حمله قبلی نزدیک به 300 از این موشک ها 300 از این موشک ها استفاده شده. یعنی 1/3 نیروی موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی استفاده شده. جمهوری اسلامی قبلا هم گفتم ارتش نداره، نیروی دریایی نداره، نمیتونه خلیج فارس رو مورد حمله قرار بده، نمیتونه تنگه هرمز رو ببنده، زیر دریایی نداره، کشتی‌هایی هم که دارن تقریبا در واقع قابل استفاده نیستند.
اگر نگاه بکنیم نیروی هوایی نداره، هواپیمایی که جمهوری اسلامی داره در زمان سلطنت پهلوی شاه فقید اینها خریداری شده و این هواپیما دیگه امروز قدرت جنگی در مقابل تکنولوژی هواپیمای F-35 و این موشک‌های جدید رو ندارن. پس بنابراین اون توانی رو که جمهوری اسلامی داشته نشون داده. اون توان 2 حمله‌ای بوده که کرده و نتونسته آسیبی به اسرائیل به وجود بیاره. بنابراین امروز در این مقطع زمانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم فرصت خوبی برای خاورمیانه به خصوص اسرائیل پیش اومده. بعد از 45 سال امروز ما میبینیم که اسرائیل اون فرصت رو به دست آورده که به جمهوری اسلامی درسی رو بده. امروز میبینیم که بعد از جنگ عراق هیچ کس به خاک جمهوری اسلامی و ایران حمله نکرده و اسرائیل اون اولین کشوری خواهد بود که از راه دور، یعنی اگه بخوایم اون 45 سال رو حساب بکنیم، هیچ کشور همسایه جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی حمله نکرده. بنابراین مسئله رو که اسرائیل دنبالش هست، چون من 2 کلمه در میان صحبتام گفتم که اسرائیل نگاه داره میکنه به آینده خودش با دنیای اسلام و جهان عرب. منظور من در اینجا اینه که بعد از این هم اسرائیل میخواد که در اون منطقه، اسرائیل که نمیخواد که جابجا بشه، که شما خونتونه که نمیخواد عوض بکنید. پس بنابراین چون اسرائیل در این منطقه قرار داره، اونها نگاه میکنن به عواملی که اتفاق خواهد افتاد در داخل ایران. بنابراین من فکر میکنم که سران سپاه، مراکز سپاه، مراکز موشکی سپاه و تنها قسمت نظامی جمهوری اسلامی که موشک‌ها هست باید در اینجا همون کاری که با حزب الله کردن. یعنی نکته اینه که همونطوری که حزب الله که 150,000 موشک داشت یا 100,000 موشک داشت یا هر چقدر موشکی که میتونه قابل استفاده باشه، امروز اسرائیلیا اونها رو مهار کردن. درسته که همین دیروز یا امروز به مقر یکی از مراکز پایگاه‌های نظامی اسرائیل حمله شد و من فکر میکنم یک کمبودهایی در داخل سیستم دفاعی اسرائیل برای پهپادهایی که از دریا به طرف اسرائیل میاد هست که من فکر میکنم اون دارن رهگیری میکنن و امروز یا همین چند ساعت قبل که من داشتم خبرها رو رصد میکردم دیدم که باز یکی از پهپادها که وارد فضای اسرائیل شده بوده و هیچ نوع زنگ خطر اینجا زده نشده بوده، اون رو ردگیری کردن و نابود کردن. بنابراین هیچ سیستمی 100% نیست و اگر نگاه بخوایم بکنیم به ارزیابی بکنیم قدرت جمهوری اسلامی رو، میبینیم که جمهوری اسلامی توانایی در واقع مبارزه با اسرائیل رو نداره. اساس دکترین نظامی جمهوری اسلامی روی 2 گروه میچرخیده، 1 حماس، 2 حزب الله. امروز حماس تقریبا رفته و حزب الله در حالت در واقع نابود شدن وجود داره. ولی من کلمه‌ای که استفاده میکنم در رابطه با این 2 گروه میگم که این 2 گروه فلج شدند و جمهوری اسلامی روی این 2 گروه حساب میکرد که از خودش دفاع بکنه. بنابراین امروز وقتی این 2 بی‌به‌نامه جمهوری اسلامی کنار رفتن، جمهوری اسلامی اوریان شده و اون اوریان شدن رو کشورهای ضعیف خلیج فارس هم مثل عربستان سعودی دارن میبینن. بنابراین ترسی از این مسئله ندارن که چطور با جمهوری اسلامی رفتار بکنن. چیزی رو که در 1-2 هفته گذشته دیدیم، یک مسئله خیلی در واقع، حالا خبرگزاری‌های آمریکایی میگفتن که جمهوری اسلامی عصبی شده که نمیدونن چه بکنن. به خاطر اون دلایلی که براتون توضیح دادم از نقطه نظر نظامی، وقتی که جمهوری اسلامی با 181 موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد، در این فکر بودن که خساراتی به اسرائیل وارد میکنن، ولی چون اون خسارات رو وارد نکردن قدرت دفاعی ندارن. بنابراین دست به دامن کشورهای دیگه شدن. در حال اتفاقی خواهد افتاد اینه که جمهوری اسلامی امروز در تلاشه که حداقل حملات اسرائیل رو در یک محدودیتی قرار بده، در جای قرار بده با تلاش‌هایی که با تقاضایی که از سران کشورهای اروپایی داره و حالا اگر صحبت‌هایی هم پشت پرده هست و آقای پرزیدنت بایدن هم به خاطر مسائل انتخاباتی که تا 3 هفته دیگه یا 20 چند روز دیگه ما در آمریکا انتخابات خواهیم داشت که باز هم من باورم بر اینه که
دونالد ترامپ پیروز خواهد شد یا حداقل امیدوارم که دونالد ترامپ پیروز بشه، آقای پرزیدنت بایدن نخواستن که مسئله جنگ تعیین کننده در واقع انتخابات آمریکا باشه یا تاثیر رو انتخابات آمریکا بذاره، ولی حمله اسرائیل قطعیه و باور من بر اینه که غیر از مسائل اتمی ایران، من فکر میکنم که تمامی اون صحبت‌هایی که کردیم روی میز هست و اسرائیل ممکنه یک، چند یا مجموعی از این مسائل رو این مناطق رو بزنه، ولی باور من بر اینه که مسئله سپاه پاسداران، مراکز موشکی و در واقع اون چیزی که سمبل جمهوری اسلامی مورد حمله قرار میگیره. در پایان مثل همیشه چند کلمه راجع به انتخابات آمریکا. بالاخره ما در آمریکا هستیم و میدونم که خیلی دوستان و یارانی که در آمریکا هستن این برنامه رو میبینن. من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که هفته پیش افتاد، حالا غیر از اینکه برای بار سوم خواستن آقای پرزیدنت ترامپ رو بکشن چون ایشون در کالیفرنیا بودن، در یکی از مناطق جنوبی کالیفرنیا بودن و پلیس حالا یا اون چیزی که به عنوان سیکرت سرویس یعنی پلیس مخفی آمریکا برای که از رئیس جمهور محافظت میکنه پیدا کردن، یا اینکه پلیس محلی یک نفر دستگیر میکنن که اونجا هم سلاح داشته، سلاح گرم و سلاح سرد داشته و طبق اعترافاتی که کرده میخواسته آقای ترامپ رو بکشه. خب این برای بار سومه، ولی من فکر میکنم که این انتخابات بسیار بسیار نزدیک، پیش بینی کردنش من اون چیزی رو که دلم میخواد میگم، ولی خب من فکر میکنم که پیش بینی قدری مشکل هست، ولی به نظر میرسه که آقای ترامپ تونسته در ایالت‌هایی که نوسانی هستن، سوینگ استیت، در ایالت‌هایی که به هر دو طرف رای میدن، قدری جلوتر از خانم هریس بیفته. نکته بسیار مهمی از نظر من که در واقع هفته پیش اتفاق افتاد در ایالات متحده آمریکا از نقطه نظر انتخابات آمریکا، سخنان رئیس جمهور سابق آمریکا باراک حسین اوباما بود که ایشون اومدن بیرون و گفتن که چرا مردهای سیاه‌پوست، چون در سنجش آرایی که کردن مردهای سیاه‌پوست گفتن که ما نمیخوایم به خانم هریس رأی بدیم و آقای اوباما اومدن بیرون و در یک سخنرانی مطبوعاتی یا در جایی که بودن گفتن که مردان سیاه‌پوست اشتباه دارن میکنن که گفتن ما یا به ترامپ رأی میدیم یا اینکه اصلا رأی نمیدیم، اونا باید بیان و از خانم هریس دفاع بکنن. و اینجا بود که عکس العمل جامعه سیاه‌پوست آمریکایی، مردان سیاه‌پوست آمریکایی بیرون زد و از حالا خواننده های رپ، هنرپیشه ها و بقیه نظریات خودشون رو دادن تا اونجا که بهشون ربط پیدا میکنه و خیلی از اونها تا اونجا که به نظر میاد نکته در اینجاست که چطور ممکنه که خانم هریس بره انتخابش رو داشته باشه که با یه مرد سفید پوست یهودی ازدواج بکنه، اما ما مردان سیاه پوست آمریکایی نمیتونیم به یه مرد سیاه پوست رأی بدیم. پس بنابراین آقای باراک حسین اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا کاری رو کرد این بود که یکی از دردهای، زخمهای عجیب آمریکا رو یه قدر بیشتر باز کرد و ایشون رهبر سیاه پوستان آمریکا نیست. کسی که از یک مادر سفید پوست و از یک پدری که از کنیا آمده بوده و در واقع از یک مادر تقریبا کاملا چپی که در واقع ایدئولوژی فکری آقای اوباما را تشکیل داده، ایشون نمیتونه خودش رو رهبر سیاه پوستای آمریکا بدونه. در هر حال با امید روزهای بهتر و سخنان بیشتر با شما عزیزان، با سپاس و بدرود.